کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 7 ایون یک وکیل یا مجلس نویه قدمجوی ولایت بودکند و برادر او را با اتهام قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر از تاجیکستان به قرقیزستان دستگیر کردند. از آنها هنگام بازداشت بیش از 50 کیلو مواد مخدر و حدود $240,000 پول نقد یافت و مصادره شده است. کمیته دولتی امنیت ملی گفت وکیل نویه قدمجوی را با برادرش روز 7 ایون زمان دستگیر کردند که آنها به فروش یک مقدار بزرگ مواد مخدر با هدف من بعد بارای قاچاق به ازبکستان فرستادن آن مشغول بودند. هنگام گفتگو از ماشین این دو برادر و منزل آنها 3.5 کیلو بنگ، 9 کیلو افیون، 4 کیلو حشیش، 1 میل سلاح بدون سند، $232,000 امریکایی، 42.3 میلیون سوم ازبکی و 160,000 سوم قرغیزی پیدا کردند. همراه آنها باز 2 نفر دیگر دستگیر شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت حالا برای معاین کردن تشکیل کننده این مسیر قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان چاره‌بینی‌های فوری جستجویی برآ مانده شدند. تاجیکستان که با افغانستان قریب 1400 کیلومتر مرز مستقیم دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. بنا به حساب‌ها هر سال در تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر یافت و مصادره می شود و صدها نفر با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم به سالهای طولانی زندان می شوند.